عزت نداشته باشی او تاریخ قبول نمی کنی و خاطر که نداری چیزه. و این مردم کلی ستمی است، ستمی های نمی عادت داره، در هر جایی که خدا پیدا نکنه میگه این ما قبول نداریم، این میگه ستم است. او برادر ستم نیست، واقعیت است که تیر شده. حالا هر قدر ده چی کنی تاریخ سازی کنی اون نمیمانه. چند وقت پیش یک گیرانی از اینا یک ویدیو بالا کرده بود، یک تخت جمشید به نام تخت جمشید یک چیز را نشان میداد که در وقت صفوی ها جور شده. در وقت صفوی ها در ایران مساله به کار می رفت و زبان سر صفوی های که قدر اینا افتخار میکنن زبان درباری صفوی ها زبان ترکی بود. خب برادر از خود چیز کده نتانستی، صفوی را که مربوط خود میگی زبان از او ترکی و میای برادر سر دگاهی که دگاهی را که تانمیتی که به زبان ما چرا گپ میزنی. او برادر صحیح است که صفویان خودش ترک بودن ولی مردم خالق که در ایران که تیر شده باشه اینا خود نادر افشار هم ایرانی میگن. اینا خب برادر با اقرارم تا چند وقت پیش تا صدای شما مردم نبرآمده بود با اقرارم از خود میگفتن. گپ تا کجاست؟ میگی ما را که چرا به زبان ما مردم گپ میزنین به زبان خود گپ بزنین. نه برادر در ایران مرکز تمدن تو که به زبان ترکی صحبت میشد یک ترک در جغرافی افغانستان تا هند زبان فارسی را گپ میزد. از ملک تو که شاعرت فراری میشد میرفت در دربار ترک میشیش به خاطر که ترک در دانشگاه پیسه میداد شاعرها را خوش داشت چون خودش شاعر بود. تاریخ چی را بخوانین؟ تاریخ نوشتم در ایران شده به نام بابر و ایران. تاریخ بابر و ایران به می نام یک کتاب است. دمی صفحات اول از او کتاب نوشته است میگه در زمان صفوی ها که در چی بود ایران بودن حکومت میکرد و اولاده بابر که در هند حکومت میکرد شعرای ایرانی از ایران فرار میکردن میرفتن در دلی در دربار ترکا. چرا؟ به خاطر که به زبان شعر خوانده میشد قدر عزتش قدر شاعر میدانست از مملکت تو چرا میگرفت. این از یادتان نره که قبر فردوسی را یک ترک بود که آباد ساخت. یک ترک بود که آبادش ساخت. حالا که مردم میشینه میگه برادر فلانی تاریخ نداره و برادر یک آثار باستانی تا بر ما نشان بتین که ما بگویم که یک گپ. برادر شار را که تیمور گرگانی ساخته بود او شار زلزله خیز بود. زلزله چه پیش کرد؟ نگال مقابل زلزله کسی استاد شود. برین در مناطق که فعلا مربوط پاکستان میشه قلعه شیرشاه سوری را ببینین در اونجا استاد است. زلزله خیز نیست، زلزله خرابش نکرده. برین در هند تاج محل ببینین منطقه زلزله خیز نیست بیادر چپش نکرده. ولی افغانستان که بیادر در یک روز 3 دفعه اونجا زلزله میشه که یک چیز از بین میره. دیگه این مردم هستن اینا متوجه چطورش کنیم. دو اینجا دوستان منتظر هستن جناب اسکندری صاحب